چطوری؟ امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. امروز این ویدیو قراره سری توضیح ها بهتون بدم که احساس کردم که نیازه که اینا رو بهتون بگم، یا حالا سری نگران میشن یا منتظر ویدیو هستن. منتظر ویدیوی من فعلا نباشید. خب دلایلش درس. حالا چرا من موقعی که این چنل رو آپلود کردم توی دوره تعطیلات عید بود و هفته اول مدرسه که هیچ، هفته دوم که از فردا شروع میشه شنبه، امتحانات ما داره شروع میشه به شدت سریع و امتحانات میان ترم دومه و بعدش هم که امتحانات خرداد و امتحان جامعه مونه. و من حدودا یه 2-3 روز پیش شورت ویدیو آپلود کردم که فکرم 35-6 نفر دیدنش و حالا قبل اونم ویدیوهای پربازی داشتیم که 1600 نفر 1500 نفر. و دوستان توی این ویدیو قرار چند تا مورد بهتون بگم. یک، تمام کسانی که ویدیوها رو لایک کردن و کامنت گذاشتن عشق دلای منن و شما هایی که میای میبینی نه لایک میکنی نه کامنت میذارین، واقعا چرا؟ من این همه دارم اینجا زحمت میکشم. این یک، من فکر کنم 1-2 هفته این نمیتونم ویدیو بذارم، یا اگه بذارم خیلی شاید درصدش کم باشه، چون امتحانات پشت سر همه. فقط یک شنبه و 3 شنبه و 5 شنبه جمعه آزادیم، یعنی مثلا شنبه امتحان میدیم، یک شنبه نمیدیم، 2 شنبه میدیم، 3 شنبه نمیدیم. و اگه تونستم حالا ویدیو باز میگیرم چون یه ایده تو ذهنم هست، اما امروز اومدم یه ویدیو بلند براتون بگیرم تا کامل توضیح بدم که چرا 2 هفته نمیتونم باشم. یک، من درسونم و باید بشینم درس بخونم. الان این ویدیو هم که دارم میگیرم دارم از وقتم برای شما میذارم چون امروز باید فارسی بخونم و اومدم بهتون توضیح بدم که من 2 هفته نیستم و نمیتونم باشم به دلایل درس و امتحان، ولی ایده دارم که شاید بتونم توی یک شنبه، 3 شنبه، 5 شنبه، جمعه این ویدیو رو آپلود کنم اگه بتونم. و الان گفتم یه ویدیوی خیلی آروم و 2-3 دقیقه‌ای برای شما بگیرم که حالا مجبورم که داخل قسمت ویدیوی کامل بذارم با اینکه تایمش خیلی کمه. اما اینو بدونین که از صمیم خیلی خیلی دوستتون دارم. و بچه‌ها لایک و کامنت ها رو ببرین بالا. لایک، کامنت، سابسکرایب. لطفا کسایی که میرین ویدیو رو نگاه کنید یه دکمه اون بغل بزنید سابسکرایب کنید، زنگوله گوشه رو بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتن اولین نفر باشین که میبینینش. و توی کامنت این ویدیویی که این که نه، چون اینجا نمیتونین کامنت بذارین، یه شورت ویدیو امشب یا فردا شب که توی اون شورت ویدیو که کامنتش بازه، یک، اولین چیزی که بنویسین اینه که چطور بود ویدیو. 2، بنویسین که دوست دارین بیشتر چه ویدیوهایی رو بگیرم، که حالا بیشتر دوست دارین حالا از سوال جواب تا چیزای دیگه، و هر کدوم که اون کامنت بیشتر لایک گرفته باشه یا بیشتر ایده رو داشته باشه، مثلا یکی میگه که مثلا سوال جواب بذار، مثلا چند نفر دیگه میگن هر کدوم بیشتر باشه همون ویدیو رو میگیرم. 3، اینکه آقا لایک و کامنت و آره دیگه، خلاصه هر ایده‌ای که من دوست دارم ویدیوشو براتون بگیرم و حتما تو شورت ویدیویی که امشب یا فردا شب قرار براتون بذارم بنویسین، چون این ویدیو قرار جزو ویدیوهای کامل باشه. و دیگه چونم براتون بگم، آره خلاصه که هر ویدیویی که دوست داشتین میتونه از اون تو باشه، سوال جواب باشه، روزمرگی باشه و هر چیز دیگه ای که باشه، حتی در مورد مدرسه، در مورد ویدیوهای مدرسه، چون اون ویدیویی که در مورد مدرسه گذاشتم خیلی ویو گرفته بود، به خاطر همین گفتم که براتون ویدیوهای مدرسه‌ای بیشتر بذارم، مثل این که مخاطباش بیشتره و بیشتر استقبال میکنید. و دیگه همین دیگه. اسم من آرشیداست. مرسی، کلی مرسی از اینکه این ویدیو رو تا تهش نگاه کردین. خیلی خیلی دوستتون دارم. ماچ به کلتون. بای.